سوال این هست که چی خاطره نسبت به مردم افغانستان داره؟ والا به قول خودتون دیگه ما با مردم افغانستان در واقع شریک همه جوره زندگی ما شدن و انقدر در کشورمون میبینیمشون که بعضی وقتا بیشتر از مردمان خودمون شاهد دیدارشون هستیم. من خاطره‌ای که از مردم افغانستان دارم، یعنی اون چیزی که تو ذهن من نقش بسته، اصلا اون چیزی نیست که الان دارم میبینم. من شاید قدیمی ترین خاطره‌ای که نسبت به مردم افغانستان دارم مربوط میشه به رمان بادبادک‌باز از خالد حسینی. یعنی من همیشه یه تصویر اونجوری از مردم افغانستان داشتم که یک تمدن خیلی کهن، مردم خیلی خوب، مردم دوست داشتنی، ولی متاسفانه در اثر جنگ‌ها، حکومت‌های نادرست، حالا اتفاقات داخلی و اتفاقات خارجی که براشون پیش اومده